به نام یاد خدا و با عرض سلام. امید که همه خوب و صحت سلامت باشین و از گزند و روزگار در امان. اولین جلسه درسی نرم افزار فتوشاپ است و خیلی خوشحال هستم که در حضورتان هستم با سلسله درس های از این نرم افزار. قبل از اینکه بریم مستقیم روی خود اپلیکیشن را باز کنیم، ما یک اسکرین شات از مرحله انستالیشن از این نرم افزار براتون گرفتیم. قسمت انتخاب زبان است. شما خیلی دقت کنین در وقتی که این نرم افزار را انستال میکردین، زبانش روی انگلیش ید عمل عربی باشه، روی انگلیش تنهایی نباشه که باز شما نمیتونین در اون نرم افزار فارسی بنویسین. این قسمت خیلی مهم است، در اول متوجه باشین که باز بعد از اینکه انستال کردین قابل ادیت نمی باشه. خب میریم مستقیم روی نرم افزار. وقتی نرم افزار را باز کنیم با همون اینترفیس خود نرم افزار مواجه میشیم. حالا براتون یادآور شده بودم که نرم افزارهای کرک یک ذره گرانتر هستن و از نرم افزارهای اصلی کرده یک ذره دیرتر یا کندتر کار میکنن و یه چیز عادی است، مشکل خاصی نداره. خب وقت شما نرم افزار را باز کنین، اولین بار با می پنجره روبرو میشین. در این پنجره ما چندین گزینه خیلی مهم داریم که تمامش را براتون توضیح میتونم. مهمترین بخش نیو فایل است. شما با این بخش میتونین که یک داکیومنت یا یک پروژه جدید بسازین. وقتی روی نیو فایل کلیک میکنین، پنجره نیو داکیومنت به شما نشان داده میشه. در این قسمت خیلی راحت شما میتونین که اسم پروژه تان را بنویسین. حالا من می نویسم PS1. حالا مشکل نیست، هر اسمی که شما بنویسین. بخش دوم که خیلی مهم است، شما طول و عرض پروژه‌ای که قرار است بسازین را باید مشخص کنین که پروژه‌ای که میسازین طولش چقدر باشه و عرضش چقدر باشه و این خیلی مهم است. در این قسمت شما واید اندازه‌گیری دارین که طول عرض را میتونین با پکسل بنویسین. در این قسمت با اینچ و سانتی متر و میلیمتر خیلی راحت میتونین طول عرض را در این قسمت بنویسین. که حالا من واحد را پکسل انتخاب کردم و میخوایم که طول یا عرض 1920 و طول 80 را به صورت دستی در این قسمت وارد کنم که همون سایز فایل فول اچ دی است. در قسمت اورینتیشن شما راحت میتونین که پروژه که ساختین در این قسمت انتخاب کنین که پروژه تان عمودی ساخته شود یا افقی ساخته شود. قسمت ریزولوشن خیلی مهم است. شما اگر قرار باشه که پروژه تان را برین چاپ کنین یا پروژه‌ای که میسازین اکسپورت بگیرین و بعد از او را برین چاپ کنین، حتما باید در این قسمت ریزولوشن روی 300 باشه و مود رنگی روی CMYK باشه. این تنظیمات است که قرار است پروژه تان بعد از تمام شدن بره چاپ شود. حالا اگر پروژه تان را چاپ نمیکردین، صرف قرار باشه که پروژه را روی اسکرین نمایش بدین یا پروژه تان صرف دیجیتال باشه یا در سوشال میدیا پست کنین، شما باز مین ریزولوشن را روی 72 قرار میتین و مود رنگی را روی RGB. این قسمت خیلی مهم است که شما حتما باید در این قسمت اینا را وارد بسازین که بعداً بازی را تغییر داده نمیتونین و خیلی به شما جنجال ایجاد میشه. حالا میشه که شما پروژه را تا نصف انجام داده باشین، بعد از بازیارتان به یک مود رنگی را تغییر بدین، باز در قسمت مجبور میشین که تمام کار را از سر در این قسمت انجام بدین. بخش بعدی به شما اجازه را میده وقتی پروژه تان ساخته شده بک‌گراندش چه رنگ باشه. خیلی راحت میتونین که انتخاب کنین رنگ سفید باشه یا زمین قسمت روی رنگ سفید کلیک کنین و رنگ که شما دوست داشتین را در قسمت انتخاب میکنین و وقتی که پروژه تان ساخته شد بک‌گراند پروژه تان به همین رنگ می باشه. یک بحث خیلی مهم در این قسمت سایزهای استاندارد است. حالا در این قسمت من گفتم سایز فول اچ دی به این سایز است. حالا شما از کجا بفهمین که سایزهای استاندارد کدام است، سایزهایی که قرار است برای چاپ شود کدام سایزها است، سایزهای اسکرین موبایل، سایزهای ویدیو. این سایزها خیلی راحت در این قسمت پریست ها و شما آماده شده. مثلا شما اگر برین در بخش پرینت ببینین تمام سایزهای استاندارد پرینت را و شما اینجا لیست کرده خود نرم افزار. مثلا یکی از سایزهای استاندارد خیلی مشهور بحث
A4 است که همه ما با این آشنایی داریم. وقتی راحت روی سایز A4 من کلیک میکنم، تمام مشخصات خود A4 در این قسمت درج میشه و نیاز نیست که من طول و یا عرض سند A4 را بفهمم. در قسمت موبایلم خیلی راحت شما سایزهای استاندارد اسکرین ها را دارین، حالا اندروید، آیفون، آیپد، اپل واچ و سایزهایی که روی گوشی هوشمند استفاده میشه. در این قسمت خیلی راحت سایزها را دارین. روی هر پریست که شما کلیک کنین در این قسمت خیلی راحت سایزها اتوماتیک به شما درج میشه. بخش سایزهای ویدیو را دارین، از HD شروع تا 2K و 4K و حتی 8K تمام سایزهای در این قسمت به شما هست. بخش سایزهای فوتو و بخش سایزهای آرت یا الستریشن را به صورت دیفالت دارین. حالا به صورت تمرینی من همیشه روی سایز پرنت و سایز A4 کار میکنم براتون که یک سایز خیلی معمول است. شما وقتی را انتخاب کردین خیلی راحت میین روی دکمه کریت کلیک میکنین و پروژه تان ساخته میشه. خب وقتی پروژه تان ساخته میشه شما به محیط اصلی نرم افزار روبرو میشین. نرم افزار چند بخش اساسی داره. بخش ورک اسپیس یا ورک ایریا بخش است که شما در اول در بخش نیو داکیومنت مشخصات از این انتخاب کردین که حالا طول ارزش چقدر باشه، بک‌گراندش چه رنگ باشه، اسمش چی باشه که در این قسمت بالا درج شده و مود رنگیش کدام باشه. خیلی راحت شما از همین محیط میتونین من حیث کارگاه کاریتان یا من حیث ورک اسپیس تان استفاده کنین و تمام تغییرات و ادیتتان را روی همین محیط تنها میتونین انجام بدین. خارج از این محیط در قسمت های بیرونی از این نمیتونین که باز شما تغییرات وارد کنین. بخش ورک اسپیس ما به طور خلاصه مربوط میشه به همون فضای کاری. حالا شما یک بخش خیلی مهم دارین به اسم منیو بار. شما در منیو بار منیوهای مختلف را دارین مثل فایل و ادیت و ایمیج و لیر و تایپ و غیره که تمامشان باز در بخش مشخص تدریس میشن. در بخش سمت چپ نرم افزار شما تول بارز دارین یا همون ابزار کاری. تمام تولزا یا همون ابزارها به لیست شده در این قسمت که از این ابزارها ما به خاطر تدوین و ادیت استفاده میکنیم. حالا مثلا ببینین یکی از این ابزارها هست مثلا ابزار تکست تول. خیلی راحت شما من این ابزار را انتخاب میکنین و به وسیله از این باز میتونین روی ورک اسپیس تان متن بنویسین. ابزار بعدی مثلا براش تول است، با این میتونین که نقاشی کنین روی نرم افزارتان. ابزار بعدی مثلا کراپ تولز است، میتونین که پروژه تان را کراپ یا قطع کنین که تمام از این ابزارها را باز در ویدیوهای مشخص به شما تشریح خواهم کرد. یک خوبی دیگه همی است که اگر شما اینا را بلد هم نباشین به مجرد از این که ماوستان را میارین روی از این ابزار به شما یک ویدیو را هم نمایش میده که این ابزار کارش چی است، اسمش را هم بر شما نشان میده و شارتکت از این ابزار را هم به شما نشان میده که خیلی راحت باز بتونین اینا را استفاده کنین. خب بخش بعدی خود نرم افزار ما بخش آپشن بارز است. درست است؟ حالا شما هر تولز یا هر ابزار را که انتخاب کنین از خود یک آپشن منحصر به فرد خود را داره. ببینین من ابزار را که انتخاب میکنم از خود آپشن بار مختص به خود را داره که انشاءالله باز در بخشای خودش تدریس خواهد شد. بخش اصلی و جالب دیگه هم سمت راست از این اپلیکیشن است که مربوط میشه به پنل ها. شما با پنل ها میتونین تمام تغییرات و اما تبادلات را روی اپلیکیشن یا روی پروژه تان انجام بدین. مثلا ببینید ما پنل ادجستمنت داریم، پنل نویگیتور داریم، پنل لیرز داریم و همین شکل پنل های دیگه. حالا کی پنل ها چی است، کارکردشان چی است و چطور میتونیم از اینا استفاده کنیم، اینا باز در روزهای مشخصش تدریس خواهد شد. بخش پنل ها خیلی تنظیمات راحت داره. شما راحت میتونین که یک پنل را روش کلیک کنین بازش کنین. حالا اگر نمیخواستین این پنل در این قسمت باشه کلیک میکنین میارین انتقالش میتین سمت راست یا از این قسمت میبرینش بالا، هر جایی که دم دست خودتان باشه و راحت تر باشه براتون. میتونین که پنل را کوچک بسازین با
کلیک کردن روی امو دو تیره که روی هر پنل قرار داره. پس دوباره روش که کلیک کنین پنلتون اکسپند میشه و باز میشه. در قسمت کلوز هم میتونین پنلتون را کلوز کنین و خیلی راحت ببندین. به این شکل تمام پنل ها قابلیت جابجایی را داره و در هر قسمت که شما راحت بودین میتونین پنل را انتقال بدین. حالا اگر به پنل هایی که در این قسمت به صورت دیفالت قرار داره نیاز نداشتین، خیلی راحت میتونین روی از این مینیو کلیک کنین و بین کلوز کنین پنلتون را، پنل بسته میشه. حالا اگر میخواستین تمام گروپ ها بسته شه باز بین روی ازی کلیک کنین و کلوز تب گروپ را شما کلیک کنین که تمام پنل ها بسته شود. چرا اینا قابلیت جابجایی و بسته شدن را دارن؟ به خاطر از اینکه هر پنل به خاطر یک کار یا به خاطر یک ادیت خاص خودش است و هر کدامش در تمام پروژه مورد نیاز نیست. پس به خاطر که سایه کاری ما راحت باشه و قدر شلوغ نباشه، ما حواس پرت نشیم، خیلی راحت هم پنلایی را که نیاز داریم باز میمونیم و پنلایی که نیاز نداریم را بسته میکنیم. حالا ما چندین پنل را در اینجا کلوز کردم. پس دوباره چطور میتونم پنل ها را در این قسمت ایجاد کنم؟ شما یک مینیو دارین به اسم مینیوی ویندو. وقتی مینیوی ویندو را شما کلیک کنین یا انتخاب کنین، تمام پنل ها به صورت لستوار در این قسمت قرار داره. ببینین حالا این پنل های که روش تک زده شده یعنی پنل هایی که در این قسمت باز است. درسته است؟ من مثلا میخوایم پنل انفو را هم باز کنم. وقتی روش کلیک میکنم ببینین پنل انفو در این قسمت باز شد. یا مثلا میخوایم پس بریم ویندوز پنل کالر را باز کنم که بتونم تغییرات رنگی باز ایجاد کنم. خیلی راحت میتونیم از قسمت ویندو پنل ها را داخل پروژه ما باز کنیم و اگر نمیخواستیم دوباره خیلی راحت میتونیم به طریق قبلی پنل ها را بسته کنیم. حالا من در این قسمت خیلی تغییرات وارد کردم. نگفتن همونه که شما میتونین که بخش تولبارزتان را هم در این قسمت انتقال بدین و تولبارزتان هم خیلی راحت قابلیت انتقال را داره. به می منوال خود ورک اسپیس تان هم قابلیت انتقال را داره. شما خیلی راحت میتونین با این نرم افزار کار کنین و در هر قسمت که میخواستین از جاگذاری ابزار استفاده کنین. حالا من میگذارمش در جای اصلی نرم افزار و خوب است که با محیط اصلی نرم افزار آشنا باشیم، ولی میشه که از خودمون تغییرات شخصی شده خودتان را هم داشته باشین. حالا من تمام پنل ها رو اکثرش را کلوز کردم، اکثرش را جابجا کردم، اما شکل دیفالت یا اصلی نرم افزار فعلا نیست و بعضی پنل ها پیش من کلوز شد، من نمیفهم که اسم از اونها چی بود یا تمام محیط از پیش من شلوغ شد. حالا ایره در این قسمت باز کردم، ایره ایجا آوردم و دوباره نمیتونم اینا رو ببرم سر جاش. ما یک تنظیمات خیلی خاص داریم در مینیوی ویندو بخش ورک اسپیس. شما روی ورک اسپیس که آمدین خیلی راحت میین در قسمت ریست. وقتی شما دکمه ریست را انتخاب میکنین نرم افزارتان به شکل و حالت دیفالت یا اولیش برمیگرده. حالا خیلی شما خیلی راحت باشین، هر تغییرات که روی نرم افزار آوردین خیلی راحت پس دوباره میتونین به تنظیمات اصلی برگردین. خب بخش بعدی در جلسه امروزی ما بسته کردن پروژه ما هست. حالا ببینین یک کلوز ما در این قسمت بالا داریم، یک کلوز داریم در این قسمت. شما اگر این کلوز یا این ضرب در را انتخاب کنین تمام اپلیکیشن بسته میشه و اگر بیاین شما اینی ضرب در یا این قسمت را شما کلیک کنین، صرف پروژه‌ای که باز است با می اسمه که در این قسمت باز است شما صرف همین پروژه‌ای که باز است را بسته میکنین و پس برمیگردین به حالت اولیه نرم افزار. حالا بخش نیو فایل را مکمل یاد گرفتیم، میم بخش اوپن را یاد میگیریم. اوپن چی است؟ شما پروژه‌ای که از قبل ایجاد کردین یا عکسایی که در داخل کامپیوترتان دارین، حالا جایش را خودتان انتخاب میکنین که عکسایتان در کجا قرار داره و میایین عکستان را از این قسمت انتخاب میکنین و وقت گزینه اوپن را کلیک میکنین اتومات عکستان در روی نرم افزار باز میشه. خوبی از این چی است که شما دیگه باز نیاز ندارین که طول و عرض از این عکستان را بفهمین که چقدر بود و از اول برای اول یک ورک اسپیس ایجاد کنین متناسب با این و بعد از او بازی را بیرین روی ورک اسپیستان ایجاد کنین. خیلی راحت این پروژه‌تان را میتونین که باز کنین. حالا عین
از این کار را یا عین ساختن پروژه را میتونین که از قسمت منوی فایل با نیو و اوپن از این قسمت انجام بدین و ببینین که شارتکت هایش هم در مقابلش نوشته شده. این کار را میتونین که با شارتکت کنترل و ان انجام بدین. پس فرق نمیکنه که چی بیاین از اینجا نیو فایل را انتخاب کنین، چی بیاین از این قسمت بیاین نیو فایل را انتخاب کنین و چی با فشار دادن کلید کنترل و ان یک فایل جدید یا پروژه جدید ایجاد کنین. تمامش یک کار انجام میده و هر کدامش که به شما راحت بود خیلی راحت از امو میتونین که استفاده کنین. خب بخش بعدی در خود تایپ فیس نرم افزار بخش رسنت است. از نامش هم پیداست. پروژه‌ای که قبلا باز کرده بودی خیلی راحت در این قسمت برات نشان میده که حالا بتونی همون پروژه‌ای که قبلا یا آخرین بار حالا ببینید قسمتی پروژه 1 ثانیه قبل باز شده بودی، پروژه 22 ثانیه قبل 22 دقیقه بعد کار شده رویش، پروژه 1 ساعت قبل رویش کار شده و این پروژه 2 روز قبل رویش کار شده. تمام پروژه‌ای که قبلا کار کردین تمامش اینجا لیست میشه که خیلی راحت بتونین پس دوباره پیدا کنین و دوباره بتونین همون پروژه را باز کنین. حالا که من روی از این پروژه کلیک کنم، پروژه به صورت اتوماتیک باز میشه و نیاز به اوپن کردن از این پروژه از دیگه طریق نیست. خب این هم بود بخش اوپن کردن پروژه. یک بخش خیلی جالب هم در این قسمت ما داریم بخش سیف کردن پروژه ما. حالا ببینید من بس تغییرات در روی از یک ایجاد میکنم که حالا باز ما میخوانیمش. حالا من با برش روی از کال کردم، میخوایم که تغییرات دیگه هم روی از یک ایجاد کنم ولی فعلا وقت ندارم. میخوایم که پروژه خود را به می شکل سیف کنم که وقت بعدی که آمدم باز راحت‌تر بتونم پروژه خود را در ادامه از کار کنم. چه قسم میتونم پروژه خود را سیف کنم؟ خیلی راحت میین یا در منوی فایل گزینه سیو را انتخاب میکنین یا با فشار دادن کلید کنترل اس روی کیبوردتان میتونین که پروژه تان را سیو کنین. حالا وقتی این دکمه را شما انتخاب کنین از شما میپرسه که قرار است پروژه تان را در کدام قسمت به شما سیو کنم. در قسمت سیو است، درست است؟ در قسمت نوعیت فایل شما فعلا همیشه ای را بیارین روی فتوشاپ قرار بدین، درست است که پروژه تان با مو فایل یا با فرمت خود فتوشاپ سیو شود. حالی که فرمت های دیگه چی است باز اینا را تمامش را در روز مشخصش باز به شما توضیح خواهم داد. میایین فرمت را روی فتوشاپ قرار میتین و جایش را انتخاب میکنین که حالا در کدام قسمت سیو شود و یک اسم هم میشه که برش انتخاب کنین. من مثلا میایم اسمش را میمانم که PS1، درست است. وقت پروژه خود را من سیو کردم، درست است، و از این قسمت پروژه را کلوز کردم. خیلی راحت میتونم پروژه سیو شدگی خود را دوباره بیایم باز کنم و به ادامه از امو ادیت خود را انجام بدم. پس این بود تمام مراحل که در جلسه امروز بر شما قرار بود تشریح شود. امید که یک چیز یاد گرفته باشین. از همتون خواهش میکنم که اپلیکیشن را تمرین کنین، تنها با دیدن ویدیو بسنده نکنین. شما ویدیو را ببینین و خوب است که با محیط نرم افزار آشنا شوین. ان شاءالله در جلسه بعد مطابق با کاری کلم درسی بخش‌های بعدی را هم خواهیم آموخت. سلامت باشین. خدا نگهدارتون.